از همه شما هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، بیایید طلب کردن استعفا را یک بار یاد گیریم. کدام یک معاون رئیس ناحیه شاه منصور، من جدی میگویم، از کدام یک ملا برادر سردار طالبان، از کدام یک تشریفی سردار امنیت قرقیزستان کم نیست در درون شهر دوشنبه. یک بار ما نظر کنیم. مرحمت یک روزنامه‌نگار در داخل تاجیکستان نظرش گفت و استعفای معاون رئیس خواند. هیچ جنایت نیست. هیچ جنایت نیست. در قانونگذاری کشور جنایت نمیگه. در حالی که ظلم کرده است و تجاوز کرده است، اما این برآمده است میگه من استعفا میدم. در همون قضیه که ما در بالا ذکر کردیم که چگونه از خانه بیرون کردن و روزنامه‌نگار دلیر امام علی یک نقطه خوبی را ذکر کرده است که یک جا میبینیم. خب درود میگیم به همه عزیزایی که این ویدیو را کمی بدتر میبینند. من دلیر امام علی، شهروند جمهوری تاجیکستان، استقامت کننده شهر حصار و حال حاضر استقامت کننده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، من یک خواهش دارم و یک پیشنهاد و یک طلب دارم از همه شما هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، بیایید طلب کردن استعفا را یک بار یاد گیریم. کدام یک معاون رئیس ناحیه شاه منصور، من جدی میگویم، از کدام یک ملا برادر سردار طالبان، از کدام یک تشریفی سردار امنیت قرقیزستان کم نیست در درون شهر دوشنبه. قرقیز مردانوار، نمیدونم، روی راست گلوله میاندازه طرف خانه ما. طالبان روی راست میگه که من خانه میگیرم، زمین میگیرم، ملک میگیرم. کدام یک معاون رئیس ناحیه که من نامش هم نیافتم، حاضر در اینترنت خود جستجو کردم، روی راست در روز روشن خانه شهروند که در سرقانون کشور آمده است که منزل شخص دخل ناپذیر است، یعنی نگاه نکرده به همه این جمله هایی که در سرقانون کشور آمده است که منزل شخص دخل ناپذیر است، در روز روشن در خانه ای که کودک است آمده او خانه را ویران میکند، آمده در و تریزش، آمده دیوارای خانه را ویران میکند که اون مردک بچه اذیت باید او خانه را ساخته باشد. حالی محترم صاحبکارای عزیز، محترم مقامدارای عزیز، پیش از اون که خانه یک شخص ویران میکنید، یک بار نفری که برای این خانه قرار برآورد، کدام رئیس ناحیه بود در زمانش، نفری که برای این خانه سرتیفیکت داد کی بود؟ رئیس MBT. نفری که برای این خانه قرار لایحه برآورد کی بود؟ ارکیتکت سرداری این ناحیه. یک بار پیش اونا روید، یک بار اونا را به مجازات کشید، پیش از اون که خانه یک شهروند برای یک بلندوشانه ساختن ویران و ولنگار بکنه و اونم در روزی روشن در فضای صلح و ثبات کشور که ما سلام میزنیم از افغانستان، از قرقیزستان. استعفا 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 معاون رئیس ناحیه شاه منصور. هر کسی که هستی در این پایان من ویدیو لوحه‌اش میمونم، سیلکش یک بار ببینید. من همین معاون رئیس شاه منصور از یگان ملا برادر و از یگان تشریف کم نمیبینم که در داخل تاجیکستان با گالستوک، با کاستوم بروک، با نمایندگی از حکومت روبروی مردم چه مناسبتی میکند. اقدامی خیلی خوب. من هم در این پیشنهاد هستم، در این نظر هستم که جامعه شهروندی ما اکنون باید کمی فعال باشه، بیرون از حزب و حرکت ها. یک بار ما نظر کنیم. مرحمت یک روزنامه‌نگار در داخل تاجیکستان نظرش گفت و استعفای معاون رئیس خواند. هیچ جنایت نیست. هیچ جنایت نیست. در قانونگذاری کشور جنایت نمیگه. در حالی که ظلم کرده است و تجاوز کرده است، اما این برآمده است میگه من استعفا میدم. جامعه شهروندی ما، کسانی که در خارج هستین و بیرون از حزب و حرکت ها هستین، لااقل هیچ یک گروه سیاسی دعوت نداره، لااقل هیچ یک نمیدونم اعضای کدام حزب تروریستی و اکستریمیستی و نمیدونم دیگر نه. کو شما همچون یک شهروند، همچون یک کسی که حق زندگی در او وطن داره، بالا یک هموطن شما ظلم شده است، شما پیش بدروین. طالب علمای محترم که برنامه‌های قبلی در برآمدین نظام‌های می‌خواستین که دعوا داشتین، پیش بدروین و این نقطه را، این مسئله را بگیرین، مرحمت کنین. من این نفر میدان برآمد، رشته را کشید، اولین نفر گفت استعفا. 1000 نفر، 10,000 نفر پیدا نمیشه در اهالی 9 میلیونه. خودش اگر در همه کشور اروپا بگیم زیاده از 10-15 هزار مردم ما در اینجا است. لااقل از همون 10-15 هزار مردم 100 نفر پیدا نمیشه. دلش برای همون وطن، برای همون زن بسوزه که 4-5 کودک داره، برای همین مسئله را بگیره. باور کن اگر 10,000 نفر برای مطمئن باش
خود رحمانوف عریضه استعفای یخمقه می‌نویسه و حتی لازم شود به دادگاه میکشه. و این اولین شک، اولین قدم ما است که ما میتونیم که یک ظالم، یک تجاوزکار با این عمل احمقیش از وظیفه بگیریم و حتی به دادگاه بکشیم. یعنی نیروی مردم، قوای مردم وادار میکنه رهبری کشور، پارلمانی کشور، هر نهادی که نباشه وادار میکنه تا یک عملهای بکنه بگه از اون غرورش بگذره. اما چرا مردم ما در این قضیه ما میگیم خب ما وطن دوستیم، ما تاجیکستانی هستیم، ما برادر هستیم، ما مسلمان هستیم. خب استفاده برین این رکنهای اسلام دیگر، استفاده برین این چیزا را. این مسئولیتی که داریم پس در همین روز استفاده برین. شرط است ما لازم شوه 50 تا نوار از جوانای گروه 24 دعوت میکنیم که دوام میتونه استفاده همین جوانا دلیل اومدیره. اما بیاین ما داخل این سیاست نمیشیم، این موضوع نمیشیم، داخل این برنامه نمیشیم، کمی کنار میریم که فقط میگه شما فقط گپ میزنین. مرحمت عملی که ما و شما میتونیم رئیس ناحیه را به استعفا بدیم، ما و شما میتونیم که حتی در نزد قانون جواب بده. بیاین ما کمی این طرف میستیم، مانع شما نمیشیم. تا بعضیا میگه که ما نمیدونیم ایدئولوژی گروه 24 چی است، بگذار نمیدونین، ما این طرف میستیم. روزنامه‌نگاران، زیایان، شاعران، حتی شخصان عادی که شهروند تاجیکستان هستند، معلم و معلمه ها و دیگر و در همه اروپا، امریکا کم نیستین از مردم ما. مرحمت کنین. خب اگر ما بگیم که در روسیه، اینجا من بالای مردمی که در روسیه هستند بگذار نمیگم، قبول است اونها چون عذر دارن، چون سیاست روسیه برای همه ما و شما معلوم است. بالای مردمی اروپا تمسخر میکنم که اکثریتون حتی همون برگه پناهنده را دارین، حجت دارین، که شما کسی حق خارج کردن از کشور نداره. مرحمت کنین. کو یک بار پیش بدروین ما را فقط با او گناهکار میکنه فقط گپ میزنین، ما از دور بشینیم یک بار تماشا بکنیم از شجاعت شما، از غیرت شما، از برنامه شما، ما یک بار لذت ببریم. بگیم ما بدون ما هم بدست جوانانی که پیش میروند، راه پیش میبرند، میتونن یک برنامه پیاده کنند و میتونن یک کس به استعفا بدن. ولی من مطمئن هستم که در اروپا و در امریکا بجز از همو کسایی که امروز در سیاست کار دارن حرف میزنن، بجز از همو کسی دیگر شاید پیدا نشود. شاید خیلی کم، شاید کسی با یک قلم در یک صفحه فیسبوکش بنویسه، من باز هم تشکر میکنم برای اون نفر اگر بنویسه، لطف میکنه بنویسه. شاید غرورش زیادی بد است که برش حتی در این کارهای میده چیدن ندیگه، چند جمله می نویسه، در جای کامنت میکنه، باز هم دست در نکنه. اما کسانی که دعوای دارین که تاجیک و تاجیکستانی هستین، مسلمان هستیم، استفاده برین. باز هم میگم این رکن اسلام، این برنامه‌ای که شریعت برای شما میگه، پس استفاده برین. بیاین مرحمت کنین. بهترین وریانت نه استعفای رحمانوف، نه استعفای رستم، نه کسی را تحقیر، نه کسی را دشنام. جامعه شهروندی بلند شد بدون کدام حزب و حرکت. رئیس ناحیه را که معاون رئیس ناحیه را به استعفا و برای حکومت وادار کنین که سبب شه بگین که چرا این نفر رفت خانه مردم چپه کرد. ما باز هم میگم مطمئن باشین اگر 10,000 نوار پیدا شود که مردم چی در داخل چی در خارج الکی صدای استعفای یک رئیس میگن، من در اون هیچ شکی ندارم این نفر از وظیفه میروه و حتی نزد دادگاه دعوتش میکنه تا بازپرسیش میکنه که تو چی حق داری، مسئولیت تو نیست. مطمئن باشید موافق قانون مسئولیت رحمی راهبری یک ناحیه، معاون رئیس ناحیه حق نداره که رو در منزل یک کس دخالت بکنه. او وظیفه را اصلا نداره، اصلا نداره. من در همینجا خود جنایت شده است که این نفر مسئولیت داره اما آمده است. مرحمت همین بند قانون استفاده برین و با یک عباره با چند جمله که من فلانی استعفای معاون رئیس ناحیه فردوسی را میخوام بنابر سبب هایی که غیر قانونی منزل کس را دخالت کرد، چون سرقانون کشور برای اون نفر اجازه نمیده تا که خانه یک نفر دخالت بکنه، چپه بکنه تا زمانی که قراری سود قراری دادگاه نباشه و باز هم راضیگی طرفین. چند جمله است بگین
اگر جایی ندارین که پهن بکنین، جایی ندارین که نمیدونم چاپ بکنین، ما آماده هستم. شماره گوشی برنامه صدای مردم، صفحه فیسبوکیم و هر جایی که دوستوب دارین نواراتون روان بکنین، برای مردم پیشنهاد میکنیم و زینه به زینه میریم و رزولتات این کارم و عکس العمل این کارم میبینیم. حکومت در برابر این گپی ما شما چی میگه؟ ولی من باز هم در این شک دارم که حالا مردم ما با او طبقه نرسیم. ولی یک پیشنهاد بود، من امیدوار هستم که شاید از بین قریب 4000 نفر ما رو میبینه شاید یک نفر پیدا میشه که اینا دوام بده. مثالی که میگم که من شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومت رحمانوف طلب میکنم که این همین بخیردا، چون این یک مسئولانه که اصلا از کوچه انسانی نگذشتن، خلاف سرقانون کشور میروند خونه یک نفر چپه میکنن، از وظیفه سبکدوش کرده شود و به جوابگاری کشیده شود. همین 4 جمله را مرحمت کنید.